میخوایم یکی از سوغات‌های شهر مقدس قم رو به شما آموزش بدیم. شهری که شما وقتی برای زیارت میرید این سوغات رو به عنوان تحفه یا سوغات اون شهر میارید و بسیار لذیذ و خوبه و خیلی دوست دارید درست کردن اینو یاد بگیرید و تا الان خیلی سخت داره شجاع توی منزل اینو درست بکنم به دلیلی که زمانی که میذاره و برای درست کردن زمان بسیار زیادی میبره. ولی خب اگر که اصول رو یاد بگیرم و مواد رو بدونم به راحتی میتونم توی منزل اینو تو مقدار کم درست بکنم که حالا اگر راه و روش و میزانهایی هست در خدمت شما میذارم تا بتونید یک سوهان خیلی خوب توی منزل درست بکنید. پس این نیست که اگه خواستیم سوهان درست کنیم باید مقدار زیادی باشه ولی میتونیم مقدار کم به اندازه مهمونی که داریم. زحمت هم زیاده، یه مقدار پر زحمته فقط از بابت اینکه باید خیلی مرتب هم بخوره. چون به سرعت آرد داره، به سرعت ته میگیره و باید خیلی مراقب این موضوع باشیم. اما در عوض یک سوهان خوشمزه خونگی می‌خوریم. اونم با دستور قشنگ شما که میدونم حتما گزارش رو دیدید. دقیقاً کاری که تو این گزارش انجام شد به روش صنعتی انجام شد. من میخوام همون روش صنعتی رو بگم میتونید با ظرف‌هایی که توی منزل دارید، با همون قابلمه و وسایلی که توی خونه دارید بتونید این غذا رو درست کنید و این شیرینی رو درست بکنید که شیرینی بسیار لذیذ و خوبیه. خب میتونید در ادامه با ما همراه باشید تا درست کردن این سوهان. به طعم امروز خوش آمدید. خب بریم مواد اولیه درست کردن این سوهان رو ببینیم و بعد مراحل آماده سازیش. ما نیاز داریم به آرد سفید نول، آرد سفیدی که تو قنادی استفاده میکنید، 1 کیلو 100 گرم. آرد جوانه گندم 95 گرم. شکر 1 کیلو 300 گرم. روغن حیوانی 2 کیلو 500 گرم. آب، میزان آب تقریباً 2 برابر آرد استفاده میشه. زعفران آسیاب شده 2 گرم. گلاب، هل، زعفران، گلاب و هل به میزان لازم، زعفران 2 گرم، خلال پسته و بادام هم به میزان لازم. این میشه اجزای تشکیل دهنده این سوهان. اما وسایلی که نیاز داره، ما نیاز داریم به یک قالب یا بهش قنچه‌گیر میگن، همون قالبی که میتونیم باش قسمتی از سوهان و موادش رو آماده کنیم و بعد با دستگاهی به نام مشته که بهش اصطلاحاً میگن بکوبیم. حالا اگر این دوتا رو در منزل نداشتید از یک ظرفی مثل استکان یا یک لیوان استفاده بکنید و اینم از یک گوشت‌کوب هم میتونید استفاده بکنید، چون حجم کم توی منزل درست میکنید میتونید این دوتا وسیله رو جایگزین بکنید. اما اولین مرحله‌ای که باید انجام بدید آرد سفید با آرد جوانه گندم مخلوط بشه. پس من این دوتا رو با هم ترکیب میدم. کاملا که این دوتا با هم مخلوط شد آب رو اضافه میکنیم. آب رو به اندازه اضافه میکنیم که تقریبا یک حالت غلیظ مواد درست بشه، اما نباید خیلی رقیق باشه، تقریبا مثل یک دوغ که کاملا یک دست و غلیظ باشه. خیلی رقیقش نکنید و شروع کنید رو به کاملا مرتب هم زدن. زمانی که این کامل هم خورد و یک دست شد اینو باید منتقل کنید به قابلمه‌ای که میخواید اینو بپزید. تو اون قابلمه باید حدوداً به حجم مواد بستگی داره ولی 1-2 ساعت پخت نیاز داره تا اینکه رنگ این سفیدی آرد تبدیل بشه به یک رنگ قهوه‌ای. زمانی که به اون رنگ قهوه‌ای تبدیل شد من اینو هم بزنم. خوب که هم زدید غلظتش رو دقت بکنید، باید به این حد باشه، پس نه خیلی رقیقه و نه خیلی غلیظ. یه مقدار دیگه آب اضافه میکنم و ادامه پخت رو ما کجا میدیم؟ داخل قابلمه یا ظرفی که داریم. من این اضافه میکنم به قابلمه‌ای که میخوام. دقت کنید خود سوهان تو ظرفای مسی درست میشه ولی شما میتونید همینطوری که من دارم انجام میدم تو ظرف چودر هم این کارو بکنید یا ظرف رویم این کارو انجام بدید. پس خیلی راحت میتونید تو اون ظرف‌ها هم سوهان رو آماده بکنید. خب اینجا
باید با شعله یک نواخت، یعنی شعله نباید زیاد باشه، با شعله یک نواخت زمان بهش بدید تا شروع کنه به رنگ عوض شدن و رنگ این به حالت قهوه‌ای در میاد. زمانی که رنگ این تیره شد، خب این زمان بره، زمانی که به این حالت رسید باید یک مقدار زیر شعله‌تون رو کم کنید یا 10 دقیقه بهش استراحت بدید. دوباره زیر شعله رو زیاد کنید، در واقع یه شوک بهش دادید و دوباره شروع میکنه به غل خوردن. زمانی که به اون حد رسید شکر رو اضافه میکنید، شکر شروع میکنه به هم خوردن. بعد از اون شعله رو میتونید کم کنید و روغن حیوانی، زعفران، تخم مرغ هم در مرحله آخر اضافه بکنید. تو این مرحله میتونید هل رو اضافه بکنید، میتونید هم در مرحله آخر این کار رو بکنید تا اینکه مواد شما تبدیل بشه به یک چنین حالتی، یعنی یک غلظت خیلی زیادی داشته باشه. پس تمام مواد تو مرحله ای که رنگ آرد ما تغییر پیدا کرد، گلاب، روغن، زعفران و هل اضافه میشه و بعد در انتها زرده تخم مرغ که به این شکل به این غلظت پیدا بکنه. زمانی که به این حالت رسید این میشه دسر سوهان، یعنی در واقع دسر سوهان آماده شده. همین دسر رو میتونید برای سرو استفاده کنید و برای پذیرایی و بسیار هم طعم خیلی خوبی داره و خیلی خوشمزه میشه. خب حالا این دسر که آماده شد ما میخوایم دسر رو ببریم و تبدیل کنیم به خود سوهان. نیاز داریم به یک ظرف بزرگتر و سوهان رو توش منتقل بکنیم و حدود 15 دقیقه شروع کنیم مدام هم زدن تا این مواد ما سفت بشه و دیگه هیچ آبی نداشته باشه، یعنی کاملا مواد سفت، که اون زمانیه که ما دیگه میاریم و با قنچگی شروع میکنیم قنچه گرفتن و با مشت میکوبیم و تبدیل به گل میکنیم که اون موقع دیگه ما پسته و بادوم هم روش میتونیم استفاده بکنیم. یکی از نشونه های این که سوهان شما آماده است زمانیه که خب شما ریختید داخل یک قابلمه و دارید همچنان هم میزنید. میخواید بدونید از کجا آماده میشه. اول اینکه یکی از نشونش که دیگه این به ظرف ما نمیچسبه، این الان به صورت مایع است. زمانی که من شروع میکنم هم زدن این به حالت یک تیکه خمیر در میاد و دیگه به ظرف ما نمیچسبه. پس این از ظرف جدا شدن یکی از نشونهاشه. اما باز این نمیتونه کافی باشه برای اینکه سوهان ما آماده شده. چرا؟ چون اگر به این حالت نشه اون ترک روی سوهان نمیخوره. پس وقتی ما میخوایم اون ترک روی سوهان ایجاد بشه و اون حالت تردیش نشون داده بشه، در زمانی که ما دیدیم جمع شده کل مواد، به اندازه یک تیکه خیلی کوچیک از این مواد رو جدا کنید، توی دست شروع کنید به پهن کردن اون. اگر مثل پولکی شکست که یعنی موادت آماده شده، مواد الان منتقل میدید داخل یک سینی. اگر که اون مواد نه نرم بود با پهن کردن مشخص میشه. شما اون موقع دیگه باید به هم زدنتون ادامه بدید و پخت سوهان رو کامل کنید. دقت کنید حتما باید مرتب سوهان هم بخوره. اگر مرتب هم نزنید ته میگیره. پس این قسمت بسیار مهمیه که بعد از دسر میخواید سوهانتون آماده بشه. مرتب شروع میکنید هم زدن. اگه دقت بکنید میبینید که مواد من اگه نشون داده بشه روی مواد من داره کم کم سفت میشه، یعنی در واقع داره آب این مواد کشیده میشه. خب این زمانیه که میتونیم بگیم سوهان داره آماده میشه. اما تا زمانی که کاملا جدا نشده باید به هم زدن ادامه بدید. خوب بله شروع میکنه به چسبندگی زیاد و به هم چسبیدن. در پایین که سوهان آماده میشه یه تیکه‌های قلمبه و بسیار غلیظ و سفته. حتما از تابه های استفاده کنید یا قابلمه هایی که چون شما این کار رو انجام ندادید و میخواید برای اولین بار توی منزل اینو درست بکنید، حتما از قابلمه تابه هایی که به حالت تفلوندار نه مثل چدن باشه از روی کمتر استفاده کنید. شاید حواستون پرت بشه یا اینکه نتونید به خوبی هم بزنید و اون باعث بشه سوهان شما ته بگیره. پس اگه دقت بکنید من دارم به سرعت اینجا دیگه این قسمت باید کاملا به سرعت هم بزنید. یکی از نشونه های این که کیفیت سوهان رو ارزیابی میکنن روغنشه. پس داشتن روغن خوب، چون این سوهان هم با روغن حیوانی درست میشه هم با روغن نباتی. اما فرقشون تو چیه؟ فرقشونه که روغن حیوانی باعث میشه که سوهان شما کاملا یه سوهان ترد و بسیار خوشمزه. پس یکی از نشونه هایی که زمانی میخواید سوهان بخرید
از کجا تشخیص بدید که این سوهان شما سوهان مرغوبیه؟ از این که شما اولین کاری که میکنید یه ذره این سوهان رو میخورید، میبینید چقدر سوهان تردیه. خب این نشون دهنده این که مواد خوبی استفاده شده. یکی دیگه از راهاش اینه که شما پس اولین کاری که میکنید، یکی دیگه راهاش اینه که عطر و بو. پس عطر این روغن حیوانی داخل سوهان به همراه اون هلی که استفاده کردید، زعفرانی که استفاده کردید، خیلی مهمه و باعث میشه که سوهان مرغوب از نامرغوب جدا بکنه. اما شما سوهان آماده کردید، میخواید بدونید چقدر آماده کنید و توی خونه نگهداری بکنید دیگه. اگر دمای شما دمای مناسبی باشه، یعنی بین 5 تا 25 درجه، این سوهان رو میتونید نگهداری بکنید و میتونید بعدها هم ازش استفاده کنید. چون روغن زیاد داره، بسیار ترد شده و اون تردیش و میتونید با همون روغن حیوانی که گفتم به دست بیارید. روغن نباتی اون تردی رو بهش نمیده و سفت میکنه سوهان شما رو. خب اگه دقت بکنید داره کم کم این سوهان جدا میشه و تبدیل میشه به یک خمیر و داره از اون ظرف من جدا میشه، اما هنوز اون حالت مایع رو داره. خب یه لحظه دقت بکنید آقای شجاعی، خودتون اگه می‌خواید بله احسن ببینید الان کاملا این داره از ظرف جدا میشه. ولی من میخوام تست کنم چون میدونم الان زوده، ولی بازم یه مقدار این سوهان رو برمیدم. یه کمی هم داغ هست، اما توی دست پهنش کنید کاملا به این شکل. وقتی که پهن کردید ببینید این میتونید بشکنید یا نه. پس هنوز خامه و من ادامه میدم تا کاملا این بتونه مواد برکز کردنش. پس یه کوچولو بذاریم کف دستمون. بله پهنش کنیم. اگر شکست مثل پوزکی بله. یعنی مواد ما آماده است، سوهان کاملا پختش انجام شده و بله. هیچ گونه آب دیگه این نداره. حالا زمانی که ما میتونیم سوهان رو بیاریم و عمل کوبیدن. خب این مراحلش خیلی مهمه، حتما تو میزان هاتون دقت بکنید. یعنی میزان باید میزان مناسبی باشه طبق دستوری که دادم و مرحله بعدیش هم زدنه. یکی از قسمت هایی که هم میزنید دقیقاً همون قسمت اولیه است، چون اون قسمت موادتون پخته میشه. پس باید خیلی مراقب باشید که تو اون قسمتی که داره پخته میشه موادتون خوب عمل بیاد، آب نداشته باشه، تقریباً به حالت یک سمنو در میاد. زمانی که شما شکر رو اضافه میکنید، گلاب رو اضافه میکنید، موادتون که اضافه میشه یک قهوه پررنگ و بسیار غلیظ میشه. خب اون عمل آوردن ابتداش خیلی مناسبه، اما قسمت مهمترش اینه که اون دسر دارید تبدیل میکنید به خود سوهان. و اینجا یک بار دیگه ببینید الان کاملا داره جمع میشه و این نشون دهنده ای که در حال آماده شدن. شاید من 3-4 دقیقه دیگه بیشتر زمان نخوام برای آماده کردن سوهان. البته زمان من الان کمه. اگر که لازم باشه تو قسمت مشت زدن و قسمت قنچه گرفتن و من خواهش میکنم که دوستان نشون بدن، چون نمیتونیم ما این مواد نگه داریم. شما زمانی که این مواد آماده کنید، آماده شد بلافاصله باید برید برای مشت زدن و قنچه گرفتن و مشت زدن و به حالت گل درآوردن. چون اگر این کارو نکنید سوهان شما به سرعت خشک میشه، دیگه هیچ کارش نمیتونید بکنید. یعنی نمیتونید دوباره برگردید و سوهانو الان چیکار کنیم؟ الان بعد از اینکه آماده شد من باید بلافاصله این کارو انجام بدم. انجام بدیم بعد وقت میگی چیکار کردیم. اگر که بشه که قسمتی که دوربین بیاد که خیلی عالی. آره همون لحظه من میگم هر قسمتی از برمی که هست بیاین بله. بسیار عالی. خواهش. پس فعلا ما برای اینکه سریع خراب نشه اینو شما کارتون رو شروع کنید. خودش فقط برگردونیم و شروع کنیم به کوبیدنش. یکم محکم میزنم، باید در حال دقت بکنید به چه حالتی در اومد. دقیقاً این کوبیدن من باعث شد که این ترک بخوره. این ترک رو اگه دوربین دقیقاً دقت بکنید روش، چرا؟ چون یه طرفش خوش شد. حالا میریم برای طرفی که میخوام پسته بریزم. پسته رو من به این شکل چند قسمتش میذارم و شروع میکنم به آروم کوبیدن پسته رو این تا پسته کاملا به خورد این سوهان بره. مگر بیننده‌های عزیز بادومم وسط بوی را انداخته و خیلی بوی روغن حیوانی واقعا خیلی بوی خوب. بادومو دیگه نمیخواد ضربه بزنید، روی این مشته رو قرار بدید و شروع کنید به کشیدن. بادوم کاملا به خوردش میره. اگه دقت بکنید یکم با دست جمع میکنید و اون اندازه‌ای که میخواید و بعد این سوهان رو به این شکل برمی‌دارید، یه جا میذارید تا خنک بشه. پس این شد روشش که رو
گرمه، این طرفش خشکه. وقتی که میکوبید دقیقاً این حالت در میاد.